سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. درس 46 رو شروع می‌کنیم از کتاب Essential Grammar News که در ادامه موضوع سوال ساختن. این دفعه می‌خوایم در مورد سوالاتی صحبت کنیم که یه حرف اضافه هم در کنار اون فعل ما بعضی وقتا می‌بینیم. توی این حالت باید حواستون باشه که اون حرف اضافه رو وقتی سوالی می‌کنید حذفش نکنید، جا نیفته. حالا این یعنی چی؟ این جمله رو نگاه کنید توی تایتل این درس. Who is she talking to? Who is she talking to? اون حرف اضافه که دارن در موردش صحبت می‌کنیم این توی آخر سوال هست. شاید به نظر عجیب بیاد. چرا اینو داریم اینجا و منظورش چیه؟ چرا اصلا اونجا باید بذاریمش؟ ببینید جمله ما مثلا این بوده. She is talking to her mom. اون داره با مامانش صحبت میکنه. بعد از تاک حرف اضافه داریم تا بتونه ادامه جمله بهش بچسبه و معنا پیدا بکنه. پس talk to somebody. اون تو مال تاکه. اینو دقت کنید. تو مال تاکه. از جای دیگه ای نیومده. به این دلیل ما اون تو رو داریم که باید بگیم talk to somebody. همه فعلا اینو ندارن. مثلا see somebody. She یا مثلا she saw a cat. اینجا میبینید در سا حرف اضافه نداره. مفعولش بلافاصله بهش چسبیده. پس برای سوال کردن این حالت میگیم what did she see. نمیگیم what did she see at مثلا. اما اگه بگیم she looked at a cat، اینجا look خودش یه حرف اضافه at رو در ادامهش باید داشته باشه تا اون مفعولش کلمه بعدی بهش بچسبه. look at somebody. برای چنین جمله هایی، برای چنین فعل هایی مثل talk to somebody، look at somebody، وقتی سوال میسازیم اون حرف اضافه میاد آخر سوال قرار میگیره. پس مثلا she's talking to her mom، سوالش میشه who is she. چرا is she؟ چون is و she باید جابجا بشن. is که فعل کمکیه میاد قبل از فاعل که she هست قرار میگیره. کلمه پرسشی who اول، بعد فعل کمکی is، بعد فاعل she، فعل اصلی talking، تو بلافاصله بعد از فعل اصلی. چرا؟ چون talk to با هم دیگه هست، یعنی با کسی صحبت کردن. Who is she talking to? She's talking to her mom. ولی این یکی گفتیم she saw a cat. What did she see؟ نمیگیم what did she see at، چون see خودش حرف اضافه ای نیاز نداره. ولی دوباره look at something or somebody، به کسی یا به چیزی نگاه کردن. اون بی که توی جمله‌مون داریم، توی سوالش توی فارسی میگیم به چه چیزی نگاه کرد. What did she look at؟ اتی که مالت look هست میاد انتها قرار میگیره. What کلمه پرسشی، did فعل کمکی، she فاعل، look فعل اصلی، at به خاطر اینکه look at باید با هم بیاد. What did she look at؟ پس فلسفهش اینه، از اینجا اومده. اینو دقت بکنیم که اصلا ببینید داریم در مورد چی صحبت میکنیم. مثلا ببینید جسیکا is talking to somebody، داره با کسی صحبت میکنه. Who is she talking to؟ پس در واقع این who و to با هم دیگه اومدن کمک کردن که ما مفهوم سوالمون رو بسازیم. Who is she talking to؟ آیا همیشه تو هست؟ نه، طبیعتا هر حرف اضافه دیگه هم میتونه بیاد. میتونه با همه کلمات پرسشی بیاد. Who، what، where، which، همه اینها میتونن با حروف اضافه که منطقاً باهاشون هماهنگ هستن بیاد. هیچ محدودیتی وجود نداره. To، from، with، etc. Usually go at the end. چرا میگه usually go at the end؟ چون که میتونیم اینها رو جای دیگه هم بذاریم. فعلا ما حالت اصلیشو میخوایم یاد بگیریم. ببینید where from. اگه فقط بگیم where are you یعنی تو کجا هستی. Where are you from یعنی اهل کجا هستی. I'm from Thailand. Jack was afraid. از چه چیزی ترسید؟ What was she afraid of؟ پس to be afraid of something. اینجاست که مهم میشه که ما الگوهای فعل ها رو یاد بگیریم. نه فقط بگیم afraid میشه ترسیدن. این غلطه. To be afraid of something رو شما باید یاد بگیرید که بتونید حالا جمله های درست رو حالت سوالی، منفی، حالت مختلف رو باش بسازید. To be afraid of something. پس afraid of با هم دیگه. What was she afraid of؟ فعل to be داریم. What was she afraid of? What was he afraid of? What are you afraid of? Afraid of با هم دیگه. از چیزی ترسیدن. یا مثلا belong to. به کسی یا چیزی تعلق داشتن. Who do these books belong to? Belong to somebody. به کسی تعلق داشتن. They are mine. پس belong to somebody یعنی به کسی تعلق داشتن. Tom's father is in hospital. پدر توم تو بیمارستانه. Which hospital is he in? پس he is in a hospital. Which hospital is he in? اگه اینو نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ جمله میشه which hospital is he? Is he یعنی اون چه بیمارستانیه؟ خب غلطه. اون توی چه بیمارستانیه؟ مثل اینجا که گفتیم تو اهل کجا هستی؟ تو توی کدوم بیمارستان هستی؟ Kate is going on holiday.
خب داره میره هالیدی. با کی میره؟ who with. اگه پس ما بخوایم جمله کوتاه سوال کوتاه بسازیم فقط اون کلمه پرسشی رو میگیم و اون حرف اضافه who with، who at، what from، where from. همه این سوالات میتونن به این شکل مخفف بشن، فقط کلمه پرسشی و اون حرف اضافه رو کنار هم بذارید. اما حالت کاملش میشه who is she going with. who is she going with. پس توی مکالمه لازم نیست همه این جمله رو دوباره تکرار کنیم. she's going on holiday. who with. با کی. تو فارسی هم دقیقاً ما میگیم با کی. who with. دقیقاً همین دو تا کلمه است. جمله کاملش میشه who و with در ابتدا و انتهای جمله، بقیه جمله وسط. who is she going with. can we talk. ما میتونیم صحبت کنیم. sure. what about. what do you want to talk about. درباره چی؟ دوست داری درباره چی صحبت کنیم. what کلمه پرسشی اول، about حرف اضافه آخر. talk about something. باز اگر دقت کنید همه اینها الگو هستن. درباره چیزی صحبت کردن. اگر الگو رو یاد بگیرید، ترکیب این کلمات رو کنار هم یاد بگیرید، چون میتونید حالت مختلفش رو بدون خطا بسازید. خب یه حالت سوال خاصی هم هست که بهتره به جای اینکه خیلی گرامر و قاعده‌اش رو یاد بگیرید، فقط ساختارش رو حفظ بکنید. اون ساختار چیه و اشتباه رایجش چیه؟ اشتباه رایجش اینه که این کلمه لایک که اینجا هست شما ممکنه به اشتباه بندازه. لایک اینجا به معنی دوست داشتن نیست. نکتهش اینه لایک اینجا حرف اضافه است، یعنی شبیه. حالا این یعنی چی؟ مثلا این مکالمه رو ببینید. What's your new house like؟ یه نفر میگه که خونه جدید چجوریه. این هم دقیقاً به این معنی نیست که بگیم شبیه چیه. مثلا بگیم نمیدونم شبیه قوطی کبریته، نمیدونم شبیه قصر. نه، شبیه چیزی نیست. یعنی چجوریه، یعنی توصیفش کن. در جواب شما یه سری صفت‌های توصیفی استفاده می‌کنید. What's it like؟ خب چرا is؟ بخاطر اینکه در مورد خونه است و مفرده. اگر جمع بود پس طبیعتاً میشد are. What are these houses like؟ What's it like؟ What are they like؟ What's it like یعنی tell me something about it. یعنی یه چیزی در موردش بگو، یعنی توصیفش کن. خوبه، بده، بزرگه، کوچیکه، قدیمی، جدیده. یه سوال خیلی کلیه. آیا فقط در مورد اشیا میپرسیم؟ نه. What's he like؟ مثلا یه معلم جدید داریم. Oh really? What's he like؟ چه جور آدمیه؟ پس اینجا توی سوال what's it like؟ like preposition هست، حرف اضافه است. like is a preposition. It's not the verb like. از کجا میفهمیم حالا که این like دوست داشتن نیست؟ چون اگر like دوست داشتن بود فعل بود و شما باید با فعل کمکی مثلا دو دار سوالیش میکردید. این نکته خیلی دقت کنید. یه بار دیگه میگم از کجا میفهمیم این لایک دوست داشتن نیست؟ چون اگر لایک دوست داشتن بود فعل اصلی بود و شما باید با فعل کمکی دو دار یا در گذشته دید سوالیش میکردید. ولی اینجا ما فعل to be داریم. نمیتونستیم که is و like رو با هم دیگه بیاریم اگر like فعل اصلی بود. مثل اینه که بگیم what is he eat؟ همچین چیزی نداریم. what is he eating درسته ولی what is he eat نداریم. پس like قطعا اینجا نمیتونه فعل اصلی باشه، فعل دوست داشتن باشه. اگه اونجوری بود باید میگفتیم do you like your new house؟ با do does باید سوالی میشد. like اونجا like فعل اصلی میشد. خب این مثالا رو ببینید. there is a new restaurant in our street. یه رستوران جدید تو خیابون ما هست. اوه جدا واقعا چجوریه؟ what's it like؟ is it good؟ یعنی کلا بگو ببینم چجوریه. پس یه بار دیگه میگم اینجوری نیست که بگیم شبیه چیه. I don't know. I haven't eaten there yet. نمیدونم. هنوز اونجا نرفتم چیزی بخورم. حالا اونجا eat رو به جاش هر کسی یا هر چیزی رو میتونیم بذاریم. what's your new teacher like؟ what's like این وسط اون شخص چیزی رو که در موردش داریم اطلاعات میگیریم میذاریم. چه ضمیر باشه؟ it، he، she، چه اسم یک آدم یا یک مکان باشه. What's the new restaurant like? What's your new teacher like? She's very good. We learn a lot. خیلی چیزا ازش یاد میگیریم. I met Nicola's parents yesterday. Oh, did you? What are they like? میبینید که اینجا چون در مورد دو نفر داریم صحبت میکنیم is تبدیل شده are. like سر جاشه به معنی شبیه و حرف اضافه است. They are very nice. Did you have a good holiday? What was the weather like? What the weather. خب دقت کنید تبدیل به گذشته کردیم. پس اون فعل to be میتونه am is are برای زمان حال و the weather برای زمان گذشته. در مورد the weather سوال میکنه. پس بعد از فعل to be the weather اومد. بعدش هم like به معنی حرف اضافه یعنی شبیه چی، چه جوری. What was the weather like? It was lovely. It was sunny every day. خب این سوال خیلی سوال رایجیه تو مکالمه. ساختارش رو حفظ بکنید و در مورد زمانهای مختلف اشخاص مختلف این سوال رو تمرین بکنید و حروف اضافه هم همینطور با کلمات پرسشی مختلف و حروف اضافه مختلف سعی کنید جمله سازی بکنید و حتما به جملاتون جواب کامل بدید تا دقیقاً جابجا شدن این کلمات رو درک بکنید. تمرینات رو حتما کامل کنید و جواباتون رو انتهای کتاب چک کنید. متشکرم. تا درس بعد خدا نگهدار.